بیزینسی که تو رو به سراسر دنیا میبره تا دنیا رو ببینی و بفهمی نعمتهای زیادی وجود داره برای دیدن، بری ببینی فرصتهای زیادی از برای شکرگزاری، بری ببینی زمانهای زیادی هست که تو میتونی شکل کار کردن تو انتخاب بکنی، شکل انتخاب کردن تو عوض بکنی، خواسته ها تو بیشتر بهش دقت بکنی. یه بیزینسی هست که فرصت میده با خدا ارتباط قوی تر بگی، زیبایی هاشو ببینی. بعد میاد اینجا میگه که ببین این اون نهایت نیستا، اینجا یه حداقلی که میتونم باید ایجاد بکنم، ما بقیش با تو انتخابت چیه؟ میای یه مابقی خوب بسازیم، میای یه آینده خوشگل بسازیم. اگه دیده باشی عباس فانش نشون میدم شه توی ویدیوهاش، هم توی دریاچه خونش داره. امروز توی یه مکانی حاضر شدیم جشن پیش از رالی فورور و این محیط زیبا رو در نظر گرفته برای اینکه بتونیم از تلاش که کردیم لذت ببریم، پایکوبی بکنیم، شاد باشیم، صحبتشون رو بشنویم و آدم های موفق زیادی رو ببینیم. جای همتون اینجا خالی، بریم برای استارت جشن.